خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. رونق برنامه‌های تاجیکی. در آخر سال 46 یا اول 47 اداره رادیو را به کوشه خوارزم کوچانیدند. به همه ردکسی‌ها از جمله به ردکسی برنامه‌های تاجیکی نیز خانه علاهیده جدا کردند. در پس بنای یک آشیانه اداره رادیو، استودیوی کلان کنسرتی و 2-3 استودیوی خرد دیکتاری انداختند. همزمان در پس بناها ساختمان خانه نوی رادیو با اسباب و تجهیزات تکمیل یافته تکنیکی و استودیوهای نوی مجهز شروع شد. کارگران بناکار اسیران حربی ژاپنی بودند. برابر ساختمان بنای خانه رادیو، راهبریت رادیو را نو کردند. راهبریت نو هیئت کارمندان ایجادی و مأموری را تکمیل و توسعه داد. رئیس نوی رادیو عبدالله امدادویچ اورزایف تعیین شد. این مرد تقریباً 45 ساله خردجثه‌ای تاتار از این قبل سردبیر روزنامه‌های حزبی جمهوری و در 2-3 سال اخیر سرور سازمان اطلاعاتی ازبکستان ازتگ بود. اورزایف شخصی خیلی مدبر، کاردان، آدمشناس و در تشکیل کارها دوربین و چاره‌ساز بود. و قسم موسیقی خلقی رادیو را پرزور نمود و سعی کرد و ارباب ناموری سابقه‌دار یونس رجبی را راهبری بدیعی تعیین نمود. در نزد رادیو ارکستر سیمفونی و خار تشکیل گردید. برابر کوارتت تاری موجوده، سکست تاری سازمان یافت. در ساختار ردکسیه‌های موسیقی، ادبی، اجتماعی و سیاسی دیگرگونی‌های جدی وارد شد. در رادیو ردکسیه برنامه‌های خارجی به زبان‌های فارسی، اویغوری و انگلیسی تشکیل یافت. اورزایف چند بار مرا به حضور خود پذیرفته فکر و اندیشه‌های زیاد کردن ساعت‌های برنامه‌های موسیقی و ادبی تاجیکی را به میان گذاشت. فرصت را غنیمت شمرده خواهش نمودم که به ما امکانیت داده شود که بجز کنسرت‌های تاجیکی با اشتراک آوازخوانان و مشاقان زنده، برنامه‌های ادبی و موسیقی و ادبی و دراموی داشته باشیم. برای این ساعت‌های برنامه‌های ادبی و موسیقی تاجیکی بیشتر به حق زحمت یا همان گنرری شعبه تاجیکی زیاد گردد. بجز این ما می‌خواهیم انسمبل مستقلی اسباب‌های ملی داشته باشیم تا در کنسرت‌های تاجیکی مشاقان بیرونه را دعوت نکنیم. پیشنهادهای این جانب قبول شد و تدریجاً به عمل تطبیق گردید. در حضور ردکسی تاجیکی عبارت از 8 نفر انسمبل اسباب‌های ملی تشکیل گردید که راهبری آن را به ذمه ارتیست خدمت نشان داده ازبکستان اشاد ایوانویچ تومانیان واگذار نمودیم. تومانیان سالهای سال در ارکستر اسباب‌های ملی فیلارمونی ازبک کار می‌کرد. زبان ازبکی و موسیقی ازبکی را خوب می‌دانست و مؤلف چندین سرود و آهنگ‌های ازبکی بود. بعد از آمدن به راهبری ارکستری تاجیکی، تومانیان پیش از همه ترتیب قطعی جاری نمود. خود هم به ایجاد آهنگ و سرودهای تاجیکی روی آورد و آفریده‌های وی روح و شیره تاجیکی داشتند. در انسمبل یعقوب داوودوف نام تنبوری بود که آهنگ‌های خلقی و ششمقام را خوب می‌دانست و این آهنگ‌ها را با تنبور نغز می‌نواخت. یعقوب داوودوف در گذشته در روزنامه و مجله‌های یهودیان بخارا در تاشکند خادم ایجادی بوده و بعد از بسته شدن مطبوعات یهودیان در سال 1937 مشغولیت معین نداشته است. در اول تشکیل برنامه‌های تاجیکی با ما آمد و رفت داشت و گاه در کنسرت‌های تاجیکی با نوای تنبور شرکت می‌نمود. در انسمبل تاجیکی یعقوب داوودوف از تنبوری‌های خوب محسوب می‌شد و برابر همین چند سرود و
مشکلات ششمقام را به آوازخوانان و مشاقان انسمبل اسباب‌های ملی رادیوی ازبکستان درس داد. عکس یعقوب داوودوف به صفت استاد آموزگار در جلد اولی کتاب ششمقام چاپ ازبکی تاشکند مندرج است. خلاصه حجم و ساعت و روزهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی ازبکستان زیاد شد. موافق همین حق زحمت هنرپیشگان نیز افزود. حجم کار من نیز در رادیو بیشتر شد. اکنون به حکم محرری مستقل به برنامه‌های موسیقی و ادبی و دراموی سرداری می کردم. از این جهت رهبریت رادیو با دکانت فاکولته‌مان موافقت نمود که اشتراک من در درس‌ها آزاد باشد. برابر برنامه‌های ادبی، حجم و ساعت‌های برنامه‌های اخبار و اجتماعیات و سیاست نیز زیاد گردید. به شعبه اخبار و اجتماعیات و سیاست حبیب احراری که از خدمت حربی آزاد شده به تاشکند آمد تعیین گردید. احراری در محل بیشیغاج حولیه را به اجاره گرفته با مادر و 2 دادر خردش زندگی می کرد. آمدن حبیب احراری برای ما مدد و تکیهگاه خوب شد. زیرا ایشان در سن و سال کلان و در تحریر و ترجمه و عموماً دانش زبان تاجیکی مقدمتر و پرتجربه تر بود. در اول سال 1947 مدحت بهبودی نیز به سبب به تاشکند آمد. بعد از مهلت معین سنجش و تجربه آموزی با یاری من و توصیه احراری به بخش برنامه‌های اخبار تاجیکی محرر تعیین شد. به همین طریقه شعبه تاجیکی رادیوی تاشکند یک قسم کلان و مهم فعالیت عمومی کمیته رادیوی ازبکستان گردید. من باید گشاد و روشن گویم که معروفیت و آوازه برنامه‌های تاجیکی بیشتر موقوف به قسم ادبی و موسیقی و دراموی آن بود. در اینجا اگر خدمت کرده باشم به دستگیری رهبریت رادیو و شخصاً رئیس آن عبدالله اورزیف وابسته بود. البته این شخص نیز به نشانداد و راهنمایی مقامات حزبی آنچه می‌خواست کرده نمی‌توانست. خردمندی و کاردانی او در همین بود که از راهنمایی و نشاندادهای حزبی عاقلانه و خالصانه استفاده می‌نمود. در گفتار و رفتار وی هیچگاه ازبک‌گرایی و مناسبت حاکمانه به ملت‌های دیگر احساس نمی‌شد. از اینجاست که در رادیو در بین ازبک و روس و تاجیک و اویغور و ایرانی اتحاد، همدستی و دوستی و صمیمیت برقرار بود. قوت و محبوبیت یافتن برنامه‌های ادبی و موسیقی تاجیکی اینچنین به مدد و یاری و دوستی و رفاقت نویسندگان، آهنگسازان، هنرپیشگان و عموماً زیاییان خیرخواه ازبک و تاجیک و روس موقوف بود.